درود تماشابینان عزیز، این برنامه سالم بیمانید است و امروز ما در برنامه اطراف بیماری سیل صحبت میکنیم و اینجا قبل از آغاز برنامه یک نمونه رو میبینیم که در مورد تاریخ بیماری سیل چگونه معلومات ها رو پیشنهادی ما و شما مینمایند و بعدا صحبت را با متخصصان ساحه ادامه میدهیم. سیل بیماری سیرویاتی بوده یکی از بیماری پهن شده ترین در تمام روی دنیا به حساب می رود. سیل چون بیماری از زمانهای قدیم به انسانیت معلوم بود. آن را می توان در گفته های هیپوکرات دید. از اینجا می توان گفت که سیل بیماری قدیمی است. به حساب سازمان عمومی جهانی تندرستی همه ساله در سرتاسر کشورهای دنیا 9 میلیون نفر گرفتاری بیماری سیل می شوند که از این شماره سال 5000 نفرشان می فوتند. منبع اساسی سیرویادیابی این بیماری شخص بیمار است که طریق هوایی به نفر سالم می گذرد. به اندیشه طبیبان سیرویادیابی به بیماری سیل این معنای بیمار شدن کس را ندارد. سیل ارثی بوده می تواند و یا نه؟ از مادر به کودک چگونه این بیماری می گذرد؟ چرا در مورد سیل باید دانست و چگونه رفتار کرد؟ به این و دیگر سوالها در ادامه برنامه پاسخ خواهیم گفت. تشکر برای نوار. بینندگان عزیز، در استودیوی ما حضور دارند متخصصان ساحه سیلشناسی تاج‌الدین کثیرов و فیروزه سعیدова. خوش آمدید. و چون بیماری سیل یکی از بیماری هایی است که مثلا در تمام سرتاسر کشورها پهن شده است و در مورد این بیماری تا اندازه باشد مردم الکی معلومات دارند، امروز ما میخواستیم همراه شما در مورد گرفتار شوی شخص به این بیماری صحبت کنیم و تا جای من میدانم برانگیزنده این بیماری چوبچه میکروب است و می گفتید که آیا این بیماری یعنی که شخص چگونه به این بیماری گرفتار می شود؟ من برای بیننده عزیز معلوماتی دقیق اویدی سیل گفتم میگذاریم. یعنی که بیماری سیل پیش از همه باید دانیم که بیماری سیرویاتی است. بله. یعنی که سیرویاتی یعنی گذرانده است، از شخصی بیمار به آدمی سالم میگذرد. واقعا همه نمود بیماری های اینفکسیونی یعنی که سیرویاتی یک منبع گزارش دارند. هستند بیماری که به واسطه روده و معده پهن میشن، هستند بیماریایی که به واسطه هوا پهن میشود مثل به شخص سالم. یعنی که منبع اساسی گرفتار شدن به بیماری سیل این شخصی بیمار می باشد و سیرویادیابی اصلا قسم زیادی بیمار یعنی که شش انسان جراحت پیدا میکند و هنگام سلفه یا که عطسه زدن از شخصی بیمار به آدم سالم به واسطه هوا و قطره میگذرد. در برابر یک بیماری سیل یعنی که شش جراحت یافتن باز هم بیمار شدن میتواند در دیگه عضوهای انسانی است یعنی که جراحت یا بعد یعنی که پیدا شود. اساسی همین بیماری ویروس ها هستند. واقعا بیماری سیل این ویروس نه، بیننده باید اینا خوب داند، ویروس نه بلکه چوبچه میکروبی کاخ است. یعنی که میکروب است برای که و یعنی که پهنی همون بیماری در هوا برای با آدم سالم یعنی که سیرویت یابد برای او منبع در کار است. منبع اساسی این شخصی بیمار است. فرض کنیم که در یگام خانه یا که در یگام کارخانه باشد یا که در یگام جایی که جمعیتی است یک شخص گرفتار بیماری سیل باشد، اون کس هنگامی علاقمند شدن به نفرایی که در اطرافش هستند، چی در خانه چی در کارخانه است یا چی در مکتب دانشگاه، فرض کنیم شخصی بیمار میتواند هنگامی معامله یعنی که عطسه زدن، گپ زدن و سلفه زدن وقتی که درجه یعنی که افزایش همون بیماری هست، وقتی که چوبچه میکروبی کاخ یعنی که با بیرون هنگام سلفه زدن پهن میگردد، شخص سالم میتواند که اون چوبچه میکروب ها رو با واسطه نفس داخل شش خود کند. یعنی که باید شخص میتواند که از همون آدمی بیمار سیرویت یابد، شخصی سیرویت یافته حسابیده می شود. تشکر. و چون گفتید که مثلا منبع اساسی همون یک شخصی بیمار است، چی باعث آن میگردد که یک شخص گرفتاری همین بیماری شود؟ یعنی اینجا کدام عامل ها تاثیر میرسانند؟ برانگیزنده اساسی این چوبچه میکروب است و باید قید کرد که همه عضوهای انسان به این بیماری گرفتار شده میتوانند و برای اطرافیان خطرناک تنها بیماری سیل شش است. چون که به فضای اطراف، به هوای اطراف بیماری سیل شش به واسطه عطسه و سلفه زدن میکروب را خارج میکند و دیگران نفس کشیده به این سیرایت مییابند. ولی این معنای آن رو ندارد که هر شخصی سیرایت یافته به بیماری سیل گرفتار می شود. عموما باید قید کرد که در جهان 3/1 اهالی کره زمین به این چوبچه میکروب سیرایت یافته می باشند، ولی از بین آنها تنها
5-10% میتوانند به این بیماری گرفتار شوند. تنها آن شخصانی که با یگان سبب مسئولیت بدنشان پست گشته است، یعنی ارگانیسمشان ضعیف گشته است و آن در چنین ارگانیسم میتواند این چوبچه میکروب انکشاف یافته بیماری را به وجود آورد. کدام حالت ها به این سبب شده میتوانند؟ بیماری دیابت قند، شخصانی که دیابت قند دارند، شخصانی که سرایت ویروس نارسایی مسئولیت بدن دارند، اینچنین شخصانی که یگان نمود بیماری های مزمن بدن دارند که به سبب آن مسئولیت ارگانیسمشان پست شده است. بیماری های مزمن راه های نفس شده میتواند، بیماری های راه های روده و معده سبب شده میتواند. یعنی با یگان سبب ایمونیته شخص پست می شود و اون چوبچه میکروب افزایش یافته بیماری را به وجود می آورد. اکثریت آدمان سرایت یافته تا آخر عمرشان به این بیماری گرفتار نمی شوند. طور گفتید می تواند که همین چوبچه میکروب در ارگانیسم شخص باشد و هنگام تاثیر دیگر عامل ها یا اینکه بیماری های مزمن می تواند که خروج کنند. عامل ها ضرورند، برای عامل ها ضرورند که ارگانیسم را ضعیف کنند و این چوبچه میکروب انکشاف یابد، بیماری را به وجود دارد. سلامت باشید و گفتید که همون از همه بیماری وزنین در یکی موضوع اساسی شش است و مرحله پیداشوی این بیماری رو از کجا می توان معین کرد تا اونی که مثلا حالت مرحله های وزنین پیش می آید؟ هر یک بیماری با خود یک یعنی که نشانهای اساسی دارد. واقعا بیماری سیل شش نشانهای اساسیش این است که بیننده باید داند که هنگامی در خود پیدا شدن همین حالت‌هایی که در یک اطرافش باید که اقلا یک مصلحت خوب یا به خود یا به نفر کنارشدگی داده تواند. یعنی که نشانهای اساسی بیماری سیل است که بیمار سلفه دراز مدت میکند، زیاده از 2-3 هفته تا ماه‌ها سلفه میکند. در برابر سلفه کردن بیمار یعنی که بلغم خارج میکند. در برابر بلغم خارج کردن میتواند که طبیب بیگاهی روزی شود. باید که یک همین نقطه را باید قید کنیم که بیماری سیل اصلا طبیب بلند نمیکند. مثلا 38.5 39 درجه یا 40 درجه تست نمیکند که او را خیلی یعنی خواتیر سازد. اصلا تب بیگاهی روزی می شود 37.5 میره و معلوماتی بیننده که ایرا حتی طبیب سوب فبریلی میگن برای شنونده، یعنی که بیننده یعنی که معلوم گردد، یعنی که فهمو باشد، یعنی که طبیب نه اونقدر بلند. همچنین لاغری بیمار حس میکند. در برابر این میتواند که اشتهای بیمار کم شود، خراب شوی تیز مشاهده میگردد. شخصی گرفتار سیل در مهلت خیلی کوتاه میتواند که وزنی خیلی زیاد را از دست دهد و این یکی از نشانهای خاص است که من تیز خراب گشتم، این چی باشد یا که اشتهام کم شده است. یعنی که اینها نشانهای خاصی هستند. در برابر این میتواند که درد قفسه سینه نیز پیدا شود. نام متخصصا اصلا درد قفسه سینه را اونقدر به نظر نمیگیریم، لیکن برای چی به نظر نمیگیریم؟ به خاطری که درد قفسه سینه در یعنی مرحله خیلی وزنین علاقه پیدا میشد. یعنی که وقتی که نیروها یعنی که تارهای عصب وقتی خراب میگردن در پرده شش، اون وقت بعد درد پیدا میشه، یعنی که در نیچه‌های شش. یعنی که نشانهای خاصی بیماری است. یک چیزا با از همین فرصت استفاده برده گفتنی هم که همین نشان ها میتواند که در بیماری های مزمن راههای نفس پیدا گردد، یا اینکه این روز اینا بیماری اساسیه که امروز جامعه جهانی را به لرزه آورده است، یعنی که در جمهوری ما نیز یعنی که قید شدن این بیماری ها، بیماری کووید که امروز یعنی که جامعه را فرا گرفته است. واقعا این هم قریب که همین نشان های بیماری سیل را دارد. فقط یعنی که در اینجا مثلا بیماری های هستند که نشانه ها و علامت ها شبیه بیماری خود بیماری سیل است. مثلا طور گفتیم خود بیماری کووید 19 یا کرونا ویروس اساسا نمون مثلا تاثیر میرساند به شش و در این مورد تنها در مورد کووید فکر میکنم حرارت یا تب بلندتر می شود. در حالت کووید 19 بیماری خیلی زود انکشاف می‌یابد. در حالت بیماری سیل باشد شخص میتواند امروز سرایت یابد و سالهای سال او بیمار نشود و چقدر که قید کردیم در نتیجه پس شدن مسئولیت ارگانیسم بعد میتواند به بیماری گرفتار شود. و باید قید کرد که خوشبختانه امروز در جمهوری ما تمام امکانیت‌های تشخیص سری وقتی بیماری سیل وجود دارد که برگزیدنده این بیماری رو در دوام 2 ساعت با ما تشخیص کرده می‌دهد و این چنین با کدام داروها استوار یا حساس بودن این چوبچه میکروب رو به ما نشان می‌دهد. این امکانیت خیلی خوب است و ما میتوانیم سری وقت بیماری رو تشخیص کرده و به طبابت فرا گیریم. و باید قید کرد که در سراسر جمهوری امروز همه نمودهای تشخیص
و همه نمودهای تبابت بیماری سیل و همه گونه داروهای ضد سیلی برای بیماران رایگان پیشکش کرده می شوند. تشکر زیاد، سلامت باشید و بیاید اطراف همین حالت گرفتاری شخص صحبت کنیم که چگونه گرفتار می شود. طوری گفتیم طریق قطرگی یکی از راههایش قطرگی هوایی است. باز چگونه راههایی است که از شخص بیمار به شخص سالم میتواند این بیماری سرایت یابد؟ یک نکته اساسی را ما یعنی که همراهی سخنان استاد عزیز علاوه کنم که درباره این بیماری کووید وقتی گذاشتیم، واقعا شخص وقتی گرفتار بیماری کووید 19 میگردد ببینید که حالت یک حالت است. التهاب در شش پیدا می شود، در بیماری سیل هم التهاب در شش پیدا می شود. هر دو هم گفته های یعنی که پرینخیمه شش رو یعنی که گرفتاری ورمی میکنن. سلفا در این بیمار هم است، در بیماری کووید هم است. تب چخیلی گفته گذاشتیم، تب کووید انده که زیاد است تا 39-40 درجه. انا که یک نقطه اساسی همی است که در بیماری کووید که بیماری ویروسی است، ویروس اصلا یک خاصیتی دارد که قسمی زیادی ارگان ها رو میتوند که یعنی که یعنی چقدر بیمار سازد. در برابر این در بیماری کووید 19 دردهای علاوگی هست، به مانند درد موشک، دردها در پیوندها زیاد میگردد، درد سر از حد زیاد میشود در بیماری، خستگی عمومی. این چنین یک چیز ببینید که در وقتی که التهاب همون سرعتی بلند قطعی وقتی که جراحت ها در ششک زیاد میگردد، اصلا نفس تنگی زیاد در بیماری کووید 19 دیده میشه، مشاهده میگردد که این باید که بیننده رو زود یعنی که خلم داند که من تقریبا داند که من کدام بیماری است و کدام متخصص روم. لیکن در برابر همه این اگر شخص بیمار زود وقتی که نشانه‌های بیماری سیل رو میداند، هم زود رفته به توابت خودسرانه یعنی که سر نکند و پیش هر نمیدونم طبیبای خلقی مراجعت نکند، زود رفته به نزد متخصصی که در مو نزدیکی یعنی که جای زیستی خود دارد، بنگاه‌های طبی هستند، مرکزهای سلامتی هستند، وقتی تیز مراجعت نماید البته این طبیب او را حتما از معاینه رنگینی میگذراند. خیلی معلومه گذاشتن یعنی که بلغم بیمار زود از معاینه گذرانده می شود. این هم در صورت خیلی در یک وقت خیلی کوتاه، یکم 2-3 ساعت متخصص علاقه به شخص بیمار میگوید که محترم بیمار شما گرفتار بیماری سیل هستید، برای که در ترکیب بلغم شما چوبچه میکروبی کاخ یعنی سیل دریافت گشته است، یا اینکه نه تحلیل بلغم شما منفی است یعنی که تازه است و در از حساب نشانه‌های شما شخصی هستید که با دیگر بیماری راههای نفس گرفتار هستین و به نزد متخصص خوب. کدام عامل‌های دیگر است که شخص گرفتار این بیماری میشه؟ چقدر که قید کردیم راه اساسی گزارش این بیماری این راه هوایی است، یعنی چوبچه میکروب اگر به واسطه راههای نفس به ارگانیسم نافتد شخص به این بیماری گرفتار نمی شود. ولی چقدر که گفتم هستند که بیماری های دیگر عضوهای بدن. بیماری سیل به واسطه خون نمیگذرد، از مادر حامله‌دار به طفل بطن نمیگذرد، به واسطه شیر مادر نمیگذرد. چوبچه میکروب سیل جای آسیب دیده رو دوست می‌دارد. مثلا شخص اگه آسیب گرفته است در استخوان، اگه جای آسیب دیده است اون تیز اونجا مکان گرفته در همونجا انکشاف می‌یابد و میتواند سیل استخوان رو به وجود آورد. در کوکی پرده شش که جای خالیگی هست در آنجا میتواند انکشاف یابد و سیل پرده شش رو به وجود آورد. یعنی باید قید کرد که تنها به واسطه هوا این چوبچه میکروب به ارگانیسم وارد می شود، با دیگر راه ها وارد نمی شود به ارگانیسم و در همون ارگانیسم به دیگر عضوها می تواند بعد سرایت کند. و همین نقطه‌ای که مثلا سرایت یابی شخص سالم از شخص بیمار به بیماری سیل یکی از نقطه های اساسی است، زیرا که مثلا در اینجا اگر که یک نفر از اعضای خانواده نمیدونم گرفتار این بیماری باشد، دیگران کنار میگیرند و اون شخص خود را نیز با گونه ناراحت هم حس میکند و از اونی که مثلا از موادهای استفاده نموده آن، از کاسب و طبق و از موادهای غذایی آن استفاده نموده، میتواند آیا که این بیماری به شخص سالم گذرد؟ یعنی که سوال بسیار با سوالی به مورد است. چقدر که معلومه گفته گذاشتند استاد عزیز، ما هم گفته گذاشتیم در این باره. واقعا یعنی که همون اشیاءها یا که همون لوازمات هایی که شخصی بیمار استفاده میبرد به مانند دست پاکنک هست مثال، یا که یگان لباسی که استفاده میکند یا که جایگاهی که بیمار خواب میکند، یعنی که با این واسطه ها اصلا چوبچه میکروبی کاخ داخلی ارگانیسم انسانی سالم نمیگردد.
باز هم گفته میگذاریم که یعنی که فضا باید باشد، شخص بیمار باشد، فضای اگر محکم باشد، فضای بسته باشد، یعنی که چوبچه میکروب هرچند که زیاد در اون فضا پهن باشد، حتی تا این اهل نشست تا ماها میتوانیم که همون میکروب رو، یعنی چوبچه میکروب رو فرو بریم و شخص سیرایت یافته یعنی که به شما رویم. با واسطه اشیاءهای استفاده میکردگی، با واسطه ظرف‌هایی که بیماری سیل یعنی که استفاده میکند، خوراک میخورد، با اینها عموما راهی گذریش ندارد. علاوه با خیلی که معلومه گفته گذاشتن در برابر بیماری سیل شش دیگر بیماری ها هست، با اونند بیماری سیل استخوان، سیل بچه‌دان، سیل روده و معده، سیل حتی پوست و سیل پرده معده سر، خب سیل لیمف قدودهای کناری. بعضی بیمارها به نام بیز میشناسند، یعنی که میاد میگه دکتر من طبیب من در گردنم یا که در زیر بغلم بیز پیدا شده است. بسیاری مردمی انا دهاتا همین نام خطی این را میشناسند. برای بیننده همین را گفته گذارم که این بیماری ها به غیر شش، یعنی که یگان خیلی راه خطی به شخصی سالم نمیگذرد. حتی مثال زنها گرفتار میشن به سیل بچه‌دان، بعضی شوهرها سوال هم میتونن که در وقتی مثال خانه‌داری میتواند که این بیمار به من یعنی که گذرد. ما باز همین گفتم میگذارم که در حتی همون بچه‌دان زن نیست، یا که روده و معده زن یا که همون بیمار گرفتار بیماری سیل باشد، با یگام علاقه به یگام راه، یعنی که نمیتواند شخص سالم گرفتار شود، یعنی که سیرایت یافته حسابیده شود. یعنی در همه موارد همین بیماری، چی در بیماری سیل روده و معده، چی در بیماری سیل بچه‌دان، چی در بیماری سیل شش، تنها توسط هوای قطرگی میتواند که به شخص سیرایت یابد. در مورد امین سیل روده و معده یک چیز رو باید قید کرد که امین چوبچه میکروب سیل دو نمود هست، یعنی چوبچه میکروب آدمی و چوبچه میکروب گاوی میگن. در ارگانیسم حیوانی کالونی شاخدار میتواند افزایش یابد. در دیگر حیوان ها این چوبچه میکروب افزایش نمییابد و وقتی که ما همون چاروای کالونی شاخدار یعنی گاوی که به بیماری سیل گرفتار باشد، البته گوشت آن را اگر ما نیمکله‌پز استعمال نماییم ممکن است که به سیل معده و راه‌های معده و روده گرفتار شدن و باز حالتی هست که اگر هم گاو که بیمار باشد در شیر او نیست چوبچه میکروب ها هست. وقتی که زنهای ما در دهات دستشون هر خیل کفیدگی ها دارد، اون گاو میجوشن، به واسطه همون جراحت ها میتواند چوبچه میکروب به ارگانیسم همون زن داخل شود و سیل شوشینه یا سیل دیگر عضوها رو به وجود آورد. چون امروز ما در مورد خود سیل شش صحبت میکنیم، بالاتر معلم عزیز یک نقطه رو ذکر کردید که این بیماری ارثی نیست و تا اونی که ما این برنامه رو پیشنهاد کنیم، تا اونی که ما با این برنامه رو بروشیم، راستی بحث ها هم داشتیم که این بیماری، بعضی از نفران گفتن این بیماری میتواند ارثی باشد. از اونی که مثلا در یک خانواده، در یک عائله چند نفر گرفتار این بیماری است، میتواند یا اینکه اعضاهای دیگر عائله با این بیماری گرفتار میشود، میتواند ارثی باشد. البته ما بیشتر گفته گذاشتیم که شخص میتواند چوبچه میکروب در ارگانیسم داشته باشد ولی سالهای سال به این بیماری گرفتار نشود و شاید او به یگان شرایط نامساعد افتاد و ایمونیته بدنش پس شود و اون چوبچه میکروبی که در خوردی گرفتگی بود انکشاف یافت و بیماری را به وجود آورد. انا از همین جا برآمده است که سیل اولادی است، چون که مثلا پدر خانواده بیماری سیل بود، کودک خردسال خانواده اون چوبچه میکروب رو گرفت به ارگانیسم، لیکن او بیمار نبود. وقتی که میرود کلان میشود، استرس میگیرد، شرایط نامساعد میافتد، ضعیفی ارگانیسم پیدا میشد و میتواند این بیماری پیدا شود. بعد میگن که ای پدرش کسل بود، اولادش همین کسل داشت، این اولادی شد. از همین جا عقیده اولادی برآمد است. این خیلی نیست. عموما بیماری سیل ارثی نیست، هیچ وقت از اولاد به اولاد نمیگذرد. تنها چوبچه میکروب از شخص بیمار به شخص سالم میگذره و بیماری را به وجود میآورد. واقعا همین چیز یعنی که یکی از پرابلم های اساسی ساحه سیل عموما انمی است که همین عقیده مردم انمی است و از همین ترسیده وقتی که اهل نشست نمیدونم همسایه ها خشتبارا تا حتی خشتباری رو همسایگی رو از همون شخصی گرفتار شده به بیماری سیل نه حتی از اطرافیانش وقتی میکنن، همین عقیده ها باعث گشته است که همین بیماری سیل بعضی موارد یعنی که نمیخواهند که هم را آشکار کنند. حتی با طبیب مراجعت کردن نمیترسند، حتی دیر مراجعت میکنند. وقتی از حد زیاد میگذرد بعد نمیدونم همون مادرش یا که پدرش یا که شوهری همون بیمار
بعد مجبور با ترسیده دکتر جان همینه، یعنی که میترسن از بیماری نه آشکار نمیکنند که یعنی همسایه ما بفهمه مرا چی میگوید من از معامله را میکند. همین عقیده واقعا یکی از پرابلم های اساسی است. برای اینکه بیننده عزیز برای این خوب داند که واقعا در برابر این که بیماری سیل بیماری اولادی نیست، بیماری سیل بیماری توبه شونده است. یک شخص گرفتار بیماری سیل میشد این معنی رو ندارد که او را ما از جامعه رو نمیو که از او همسایگی را کنیم یا که با او دیگه معامله نکنیم. و این شخص در همون مرحله بیمار بودنش، همون مرحله همون 4-5 ماهی که یعنی که شش جراحت میاد و تخم پاشی او سر میگردد، یعنی که به اطراف پهن میگردد. وقتی که از طرف طبیب پورا یعنی که دقیقاً تشخیص گذاشته شد، وقتی که پورا مثال با واسطه همون اصولهای لابراتوری یا که اصولهای رنگینی معلوم میگرده که این شخص گرفتار بیماری سیل هست. وقتی که از طرف طبیب پورا درست به تنفس همون رژه توبت معین میگردد و شخصی بیمار وقتی داروهای ضد سیل رو پورا استفاده میبرد و شخص در مهلت 2-3 ماه علاقه به اطراف عموما بی ضرر میباشد و او شخص زینه به زینه با گذشتن اون مهلت توبت و شخص پورا شفا مییابد و او میتواند که با اویله بنیاد کند، میتواند که در جامعه کار کند، فعالیت کند، چی در کدام مقاماتی نباشد. یعنی که این هم بعد که طبیب بعد پورا یعنی تعیینات داروها رو فرمودن، یعنی که تعیین کردن و پورا همون مهلت توبت که بیمار که وقتی 6 ماه 8 ماه 12 ماه وقتی که از طرف طبیب معلوم میگردد وقتی پورا استفاده کرد و شخص گرفتار سالم است بعد از گذراندن با معاینه های رنگینی اخیران و تحلیل بلغم. سلامت باشید. و این نقطه نیست خیلی نقطه مهم است که مثلا بله هم تشویش آور است، هم نقطه مهم است که مثلا امروز مردم ما از اونی که مثلا شاید دانش کافی در این مورد ندارند و ما از برنامه ما نیز با اون خاطر پیشنهاد شده است که مثلا تا اندازه باشد هم در مورد این یا اون بیماری راههای پیشگیری طرز توابت برای تماشابین مصلحت ها گفته باشیم. البته از نگاهی متخصص و تماشابینان عزیز برنامه سالم بیمانید است پیشنهاد شما و اگر میخواهید که در مورد دلخواه بیماری ما برنامه را تهیه نماییم میتوانید با ما در تماس باشید. اینجا یک نواری مفید را با هم میبینیم و بعداً صحبت را ادامه میدهیم. استواری سیستم ایمنی انسان یکی از راه‌های اساسی سالمی ارگانیسم کسب به حساب می‌رود. برای استواری سیستم ایمنی و سالم ماندن غذای سالم و بخطر ورزش نمودن رول مهم را می‌بازد. استعمال غذای سالم از جمله سبزیجات، میوه‌جات، دانگی‌ها، سفیده‌ها و کربوهیدرات‌ها همه‌روزه باید طبق معیار معین شده استعمال کرده شود. وزن زیادتی را کم نموده از غذاهای تستیار شخص باید دست کشد. آب تاب بدن را باشد از مشق‌های ساده و آسان باید آغاز نموده همه روزه در هوای تازه گشت و گذار نمودن به منفعت سالمی ارگانیسم گفته می شود. هنگام احساس خردترین نشانه بیماری باشد حتما به دکتر باید مراجعت نمود و اینجا در ادامه برنامه به چنین سوالها پاسخ خواهیم گفت. راه‌های دور بودن از بیماری سیل. چگونه بیماری سیل تبابت می‌یابد؟ آیا شخص می‌تواند به تکرار به بیماری سیل گرفتار شود؟ چگونه آرزه ها را این بیماری در پی خود دارد؟ تماشابینان عزیز تشکر که با ما هستید و صحبت را ادامه میدیم. از فیروزه سعیده و میخواستم پرسان باشم که چگونه شخص میتواند خود را از این بیماری در امان نگاه دارد؟ یعنی که هنگام یک نفر از دوست ما، هنگام یک نفر از اعضای خانواده ما گرفتاری بیماری سیل است و ما در اون محیط، در اون محیط خانواده خود را در امان نگاه داریم. باید قید کنم که راه اساسی پیشگیری پنشوی بیماری سیل این مراجعت سری وقتی بیمار به مؤسسه طبی و پورا گرفتن مهلت تبابت می باشد. یعنی که هر قدر بیمار سری وقت مراجعت کرد همون قدر امکانیت شفایابیش زیاد می گردد و برای اطرافیان هرچی پیشتر بی‌ضرر می گردد. و وقتی که در یگان اعضای عائله بیماری سیل پیدا شد ما باید با او فهمونیم که یعنی که در جای علایده در تفدانی علایده تف کند، در هر جا تف نکند و در وقتی سلفیدن باید نقاب پوشد که به هوای اطراف میکروب رو کمتر خارج کند. در خانه‌ای که بیمار خواب است باید زود روبوچینی نمناک گذرانده شود. در اتریزه ها تست شده هوای خانه رو عوض کردن ضرور است. میزها رو باید با لطای نمناک تست پاک کرد چون که چوبچه میکروب هایی که تحشین شده‌اند ما تازه کرده گیریم تا فضای اطراف از چوبچه میکروب خالی باشد. و از همه
бояд қайд кунам ки чупча микроби силро ягон гуна кислота, ягон хел спирт нобуд карда наметавонад. Чӣ хеле ки одат шудааст ҳама дастомона ба спирт шуем ки туберкулёз нашавем ё ки камтар спирт хӯрдан дар кор ки микробо нобуд шаванд мо бемори сил нашавем. Чупча микроби сил дар инҳо таъсир намекунанд, яъне нобуд намекунанд. Чупча микроби силро танҳо нурҳои рости офтоб, ҳарорати 100 дараҷа ва маҳлулҳои безараркунанда, яъне хлордор метавонанд нобуд созанд. Барои ҳамин аз ҳамин маводҳо истифода бурдан дар кор, ҷойхоби беморро тез ба афтоб баровардан дар кор. яъне ки барои оне ки гирифтори ин беморӣ набуд асосан риояи қоидаҳои беҳдошти, тозагӣ, гигиена метавонад ки касро солим нигоҳ дорад. албатта истеъмоли ғизои солим дар кор то иммунитети инсон паст нашаваду ба беморӣ гирифтор нашавад. саломат бошед ва гуфтед ки нурҳои рости офтоб. ин яъне чӣ? Чӣ гуна ҳамин нурҳои рости офтоб? Барое ки шояд барои бинанда савол пайдо шавад ки чӣ гуна метавонад аз нурҳои рости офтоб истифода? Яъне офтоб бисёр бошад. Яъне зери офтоб, дар зери офтоб ҷои хоби бемор, либосҳои беморро бештар офтоб додан дар кор ки дар онҳо агар чупча микроб бошанд нобуд шаванд. хонаро ки пардара кашида маҳкам кардан дар кор нест. Дар сурати баъзи ози анъана аст, бемор ҳаст, дигар ҳама ҷоро маҳкам мекунем, парда мекашем, яъне торик мекунем, яки шароит муҳайё мекунем. ин барои беморӣ шояд хоси ягон бемории роҳи рӯдаву меъда бошад, як беморӣ ки асабаш хаста аст, шояд ин корро анҷом диҳем. дар бемории сил не, дар бемории сил мо яъне ки рӯшноӣ дар кор аст, ҳавои тоза дар кор аст, тез яъне ки иваз кардани ҳавои хона. тавре боло ишора кардем, бемории сил бемориест ки табобатшаванда аст, новобаста аз оне ки имрӯз дар тамоми кишварҳо ин беморӣ аст ва то ҷои ман маълумот дорам дар қатори 10 беморие ки масалан бемориҳои хатарзо ҳастанд дар зинаи аввал аст. оне ки имрӯз бемории COVID-19 дунёро фаро гирифтааст ва гӯем ҳамагон аллакай аз ин беморӣ хавфу хатар доранд, дар ҷои 8 агар бошад, дар зинаи 8 бошад, бемории сил дар зинаи аввал аст. ва чӣ гуна ин беморӣ метавонад табобат ёбад ва дар кадом марҳала? воқеан савол бисёр саволи ба маврид аст, ҳатто саволи пурмазмун ҳам ҳаст. бинандаи азиз, шахси бемор хуб мешуд ки ҳамира пинҳон накунад, ҳамун дарди дилша пурра ба табиб гӯяд, пинҳон накунад. хуб мешуд ки ҳамун чин камбудие ки дорад ҳамаша гӯяд ва ӯ шахсе ки алоқаманди ӯ беморӣ ҳаст. яъне то оне ки масалан марҳилаҳои музмини беморӣ мешавад, дар марҳилаҳои аввал метавон ки пеши роҳи ин бемориро бале алоқамандои ӯ шахси бемор бошад, хуб мешуд ки аз канорагирӣ кардан, аз пинҳон кардани он ки дар оилаи мо гирифтори бемории сил як шахс пайдо шудааст, хуб мешуд ки саривақт ба табиб муроҷиат мекард ва дарёфти саривақтӣ мекарданд атрофи дар атрофи будаги ҳамун беморро, яъне ки рафта муоинаҳои саривақтӣ рентгенӣ мекарданд, яъне ки аз суҳбати табиб мегузаштанд. ин як ки дарёфти саривақтӣ мешуд ва хавфи дар ҳамун хона пайдо шудани дигар бемориҳои музмин камтар мешуд. авоиди табобаташ хеле гуфта гузаштем, бемории сил бемории табобатшаванда аст. дар ҳангоме ки яъне ки дар сурате ки аз тарафи табиб пурра дақиқ ва баъди маълум гаштани ҳамун хусусияти ҳамун микроб, вақте ки табобатҳо пурра бетанаффус яъне ки фармуда мегардад, дар сурати иҷро кардан аз тарафи бемор, яъне ки муҳлати табобат ва яъне чӣ қадар яъне ки вазн мувофиқи вазн чӣ хеле доруҳоро мо мефармем. мисол беморе аст ки ҳамун доруҳоро 3 таблетка 4 таблетка то 5 таблетка мехӯрад, яъне мувофиқи вазн, яъне ки ҳамонро вақте ки бетанаффус иҷро кард, ҳамун чизе ки аз тарафи табиб фармуда мешавад, ҳамун яъне ки риоя гашт, бемор пурра шифо меёбад. ва дар баробари ин гуфта мегузарем ки доруҳои зидди силӣ, танҳо доруҳои зидди силӣ барои беморон яъне ки ройгон дода мешавад. табобати бемории сил муҳлати зиёдро талаб мекунад. камтарин муҳлати табобат ин 6 моҳ аст. яъне шахсе ки сари вақт муроҷиат карду бемориаш ҳоли осеби зиёд нарасондааст ба шушҳо ё ки ба дигар узв, дар муҳлати 6 моҳ метавонад шифо ёбад. ва ҳастанд бо намудҳои дигари бемории сил ки аллакай онҳо вазнинтар ҳастанд ва чупча микроби онҳо ба доруҳои асосии зидди силӣ аллакай мутобиқат пайдо кардан, устуворӣ пайдо кардан, табобати онҳо то 2 сол тӯл мекашад. албатта ин аз тарафи бемор масъулияти зиёдро талаб мекунад, зеро риояи ин муҳлати табобат мушкилӣ пеш меорад. табобат дар ин беморӣ фикр мекунам хос аст ва
اینجا باید حتما طبابت در درمانگاه صورت گیرد، جایی که مثلا شخص به واسطه میتواند که در خانه درمان گیرد و انمون معامله و انمون گفتگو رو به واسطه با طبیب داشته باشد. تنها شخصی که میکروب خارج کننده است، یعنی در شش علاقه سوراخی پیدا شده اند و سلفای زیاد دارد و میکروب رو به اطراف خارج میکند، آنها میتوانند مرحله اول طبابت رو در بیمارخانه گیرند تا که از اعضای عائله جدا باشند و وقتی که طبابت رو گرفتن کفایه است 1 ماه که داروها رو به تنفس قبول کند و علاقه وی برای اطرافیان به خطر میگردد. لیکن من در موافق پرینسیپ های طبابت ما بعد 2 ماه تحلیل بلغم بیمار تکرار کرده می شود و اگر که نتیجه منفی داد، یعنی که علاقه وی خارج کننده نیست، می تواند باقی مانده طبابت رو در شرایط خانه ادامه دهد. و هستند بیمارانی که سری وقت مراجعت کردن و حالا به درجه میکروب خارج کنی نرسیدن، آنها می توانند از اول طبابت، از روز اول طبابت در خانه طبابت رو آغاز کنند. لیکن رعایت و قبول هر روزه داروها شرط است برای شفایابی. یعنی در هر صورت جای ترس نیست، زیرا بیماری طبابت شونده است. اگر سری وقت نفر بیمار، نفر گرفتار این بیماری به طبیب مراجعت کنید. تشکر و بینندگان عزیز، اینجا بخش تفسیر برنامه رو با هم میبینیم و بعدا برنامه رو جمع بست میکنیم. پیش از همه نباید فراموش کرد که سیل بیماری طبابت شونده است. برای آگاهی خود از سالم و یا بیمار بودن، شما را میباید از تشخیص فلوروگرافی ششا گذرید. هنگامی با نفر گرفتار بیماری سیل در صحبت بودن، حتما از نقاب‌های طبی استفاده نمایید و شخص بیمار نیز باید پیوسته از نقاب‌های طبی استفاده برد. یکی از توصیه‌های اساسی برای گرفتار نشدن به بیماری سیل این گرفتن وایه واکسیناسیا BCG است. همچنین رعایت قاعده‌های سانیتری و گیگینی و طرز حیات سالم راه اساسی دور بودن از بیماری سیل گفته می شود. اراده قوی داشتن، نترسیدن از بیماری و به نزد طبیب رفتن و مصلحت متخصص را گرفتن علاقه این نصف طبابت دلخواه بیماری است. از این رو با اراده قوی همیشه در فکر سالمی خویش باشید. برنامه سالم بمانید بود پیشنهاد شما در مورد بیماری سیل و تشکر زیاد از متخصصان که آمدید و برای ما و برای بیننده بهترین مصلحت ها را پیشنهاد داشتید و فکر میکنم که این یک موضوع خیلی دامنه‌دار است و اطراف دیگر پهلوهای این بیماری در برنامه‌های بعدی با شما حتما صحبت خواهیم داشت. تشکر و بینندگان عزیز، انجام برنامه است تا برنامه دیگر سالم بمانید.